فوق‌العاده‌ای که اکسل انجام میده رسم نمودار. رسم نمودار برای گرفتن تصمیم یا DSS. با استفاده از اکسل شما میتونید نمودارهایی بکشید که مدیران رو برای تصمیم گیری بسیار کمک میکنه. چگونه؟ فرض بکنید جدولی کشیدید از A1 تا G6. اینجا من انتخاب میکنم. البته لازم معدل رو انتخاب نکنید، چون معدل در نموداری که میخوایم بکشیم یه مقداری مفید نیست، هرچند که میتونیدن بکشید. بعد میگم بهتون چرا. من حالا همش رو انتخاب میکنم. از منوی اینسرت یا از لبه اینسرت بخش چارت یکی از این نمودارها رو انتخاب میکنم. قبل از اینکه نوع نمودار رو انتخاب بکنم میتونم ریکامندد چارت رو بزنم که خودش یه چارت رو به من پیشنهاد یا ریکامند کنه. خودش به من همچین پیشنهادی رو داد. خب شما میتونید بذارید بگید که مثلا مردهاتون نمیدونم چند تا هستند، از اینجور چیزا. نمودار خودش کشید، یه اعدادی رو گذاشته، بر اساس معدلشون اینها رو گذاشته. من این رو نمیخوام، باید انتخابم رو عوض بکنم. بگم من میخوام این نام و فامیل باشم و کنترل رو میگیرم و میگم اینها. ببینید فقط گفتم بر اساس این دوتا ستون و این سه تا ستون عمل رسم نمودار من انجام بشه. میام ریکامند میزنم ببینیم چه پیشنهادی. ببینید همچین پیشنهادی دارم، پیشنهاد خوبی است. به این میگن نمودارهای خطی یا بار چارت. اینجا هم میبینید، اینجا هم نمودارهای ستونی یا نمودارهای خطی رو میبینید. اینو انتخاب کرد. هر کدوم از اشخاص جدا جدا نمودارهاشون رو کشیده. خیلی راحت میشه تصمیم گیری کرد، میشه نتیجه گیری کرد بر اساس این نمودار. در نرم افزار اکسل وقتی که نمودار رو انتخاب میکنید دو تا لبه دیگه هم اضافه میشه. لبه دیزاین که میتونید ظاهر اون رو عوض بکنید یا چارت استایل رو تغییر بکنید، شیوه نمایشش رو عوض بکنید. ببینید شیوه نمایش چارتتون تغییر میکنه. میتونید حتی رنگ های اون رو تغییر بدین، مجموع رنگ هاش رو عوض بکنید. اون که هست خوب بود. میتونید سویچ کنید رو و کالم رو. یعنی چی؟ الان اومده قلی زاده درساشو جدا جدا گذاشته. گفته این آبیه که فارسی است، اینجا نمرش هم میتونید اینجوری وصل کنید به این ستون ابتدایی، مثلا میشه 13. قلی زاده به این شکل. یعنی اینا همه رو جدا جدا با هم مقایسه کرده. میتونم من اینجا سویچش رو عوض بکنم. ببینید هر درسی رو همه رو با هم مقایسه کرده داخلش، نه هر شخصی درساشو. خواهیم تو فارسی کی از همه نمرهش بیشتر شده؟ کی از همه بیشتر شده؟ این کسی که رنگش این رنگی است. کیه؟ رضا رضایی. نگاه میکنم برای رضا رضایی فارسی 17 شد. تو عربی کی از همه بیشتر شده؟ کسی که رنگش این رنگی است. این کیه؟ گلی زاده. بله گلی زاده. میبینید تو فارسی تو عربی از همه بیشتر شده تو درس عربی. خیلی راحت با این نمودارها میتونید انجام بدید کار رو. خب اما یک کار دیگه هم میشه کرد که حالا شاید برای یک کمی الان سخت باشه از سام ایف برای شما استفاده بکنم. برای همین من جدا می‌نویسم. تعداد خانم ها رو اینجا می‌نویسم، آقایون رو هم اینجا می‌نویسم. مثلا کلاس شما 5 تا خانم داره، 11 تا هم مرد. من انتخاب میکنم این دوتا رو. یه نوع نمودار داره. از اینسرت من نمودار رو میام داخل اینسرت. یه نموداری داریم به نام نمودار چارت. از اینجا میتونید رو چارت بزنید و پای چارت بهش میگن یا نمودار کیکی. من این رو انتخاب میکنم. یکی از اینا رو مثلا اینو انتخاب کنم. ببینید چقدر قشنگ یه نمودار کشید
که از طریق این نمودار میتونیم بفهمیم چند نفر کلاسمون خانومن، چند درصدشون خانومن، چند درصدشون آقا هستن. که البته من میتونم تو هر کدوم از این بخش ها، این مثلا آبی خانوما هستن، راست کلیک بکنم و گزینه‌ای داره add data label، میتونم لیبلش رو اضافه کنم. لیبل اضافه شد 5 تا. روی اینم میتونم راست کلیک کنم و لیبل بهش اضافه کنم. اینم گفت 11 تا. میتونم راست کلیک کنم خصوصیات دیگری رو بیارم. فرمت دیتا لیبل، بیام فرمتش رو نمایش بدم ببینم چه گزینه های دیگری داره. اینجا خیلی چیزی داره. میتونید کاتگوری نیم رو هم بهش اضافه کنید، بگید زن و 15. روی این یکی هم کلیک کنید، در سمت راستش بگید کاتگوری نیمش هم اضافه بشه و فونتش رو از این قسمت هام هم میتوانید جداگانه تغییر بدهید. ببینید چه فونتی داشته باشه، مثلا ترافیک. این رو هم میتوانید، من اینجا کلیک بکنم با استفاده از فرمت پینتر بیام فرمت این رو هم همون کار رو بکنم. این نمودارهای مختلفی که اینجا به درد میخوره. راه دیگری هم وجود داشت که بر حساب دیگه من اینجا چیز اضافه نکنم. یه تابعی داره به نام کانتیف. با کانتیف میتونید بشمرید اونهایی که فقط خانومن، اونهایی که آقا هستن. خودش اینجا درجش میکرد و نمودارش رو میتونستید بکشید.